سلام و درود خدمت شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. ما در جاده میوند شهر کابل هستیم، یکی از نقاط مشهور محبوب و پرجمعیت شهر کابل که نزدیک چوک شهر کابل یا مو چهارراهی سپاهان گمنام است. ما تو پیش میریم دوستان عزیز. سلو این سرک آخرش دوستان عزیز طرفای بالا حصار و کابل و اون طرفا دیگه میبره اگر اشتباه نکنم. اگر اشتباه میکنم شما در کومنتات تصحیح کنین میشه و بگوین که سرک جاده میوند به کجا میرسه. خوب دوستان زیادی بخش زیادتر چی میگن مواد تعمیراتی فروشی هست. این قسمت در تصویر میبینین گیلاس ببینید دوستان از نام گیلاس یکی از میوه های مشهور محبوب و مزه‌دار جهان است. در تمام جهان دوستان از در افغانستان طرفدارایش بیخی زیاد است و واقعا این میوه است که مزه میده و ارزش خوردن داره. ساختمان های بلند ببینین دوستان عزیز. این طرف ها ده فرصت از دوستان چیزی که مردم از کجا ریختن کجا میرن طرف چی نام داره که چوک و پلوخشتی و طرف ها فرصت است. این طرف ها دوستان زین آبایش فرق داره. سر چوک باورتان میشه یعنی طرف آلودگی نیست، همون تفت و بوی نیست، جنجال های اون طرف نیست. حالا که میرم پنجابی ها رو میشتی چای میخوری. بوی کباب از هم دور میاد دوستا. آلو کیلو 20 افغانی. حالا دوستان عزیز بعض از مادرها را میبینم واقعا آفرینشون با معذرت. امروز چند تا از این مادرها رو دیدم، چندین دانه امروز سر خوردم که این پسرای معیوبشان در دست دارن، پسرایشان که متاسفانه معیوب هستن از ذهن و چیزا دیگه. وارم میبردن میفهمین کجا برشان کالا میخرید، لباس در دست خود گرفته، اما تو میبردشان و بسیار پیشانی واس
دل آدم تازه میشد. ببین مادر بخی که هر قسم باشی هر رقم باشی دوست داره، هیچ ضرورت به این نیست که تو انسان کامل باشی یا نباشی، وجودت فقط برای مادرت کافی است و تو رو همیشه بدون چون و چرا دوست داره. طرف موترسکل فروشی از دوستان عزیز، موترسکل هم چقدر دود میکرد من خیم گلون ما را گرفت. خوب دوستان از این طرف دیگه بخدر چیزی نیست، نور بخوریم بریم دوباره اون طرف سرک ویدیو را ادامه میتیم. تو بریم کو طرف سرک چی هستی ساختمان ها رو ببینید دوستان از چقدر زیبا و مقبول و بلند جور شده. از اون طرف سرک رو ببینیم بیمون میگیره دوستان عزیز، سون چهارراه سپاهان گمنام یا چوک کابل رفتن اون طرف و وحشت دارم از دوسته که بیربار است، بوی است، سر صداست، آدم رای خود کاملا گم میکنه، با نفسک زدن میفته، یک قدر بیربار است. انشالله ویدیوش در روزهای آینده نشد خود شد یا باز بیننده ویدیوش از چوک کابل یا چهارراهی سپاهان گمنام باشین. هتل که سپورت داشته تلفن دوستان عزیز اونقدر پر سر صدا نیست. خوب دوستا با اجازه تان من این بخل یک دو گلاس آب خوردم، اما چی میگن مغزای سرم این باز کرد. خوب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنین، در کانال سابسکرایب کنین و نظراتتون رو بر ما در بخش کامنت ها بنویسید. تا دیدار بعدی همتون رو به الله متعال میسپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون. بازار